خب امروز بیاید راجع به یه چیزی حرف بزنیم که احتمالاً هر روز ازش استفاده می‌کنید. موتورهای جستجو مثل گوگل، بینگ، داک‌داک‌گو و شاید حتی یاهو اگه دلتون واسه قدیما تنگ شده باشه. ولی تا حالا فکر کردید این چیزا واقعاً چطوری کار میکنن یا اصلا از کجا اومدن؟ فرض کنید اینترنت یه کتابخونه خیلی بزرگ و بی پایانه ولی هیچ فهرستی نداره و کتاب‌ها همینطوری همه جا پخش شدن. بعضیاشون هم تو عجیب ترین جاها قایم شدن. اگه بخواید فقط یه اطلاعات پیدا کنید مثل دستور پخت نان موذی یا پایتخت مغولستان کاملاً گیج میشید، نه؟ دقیقاً همین مشکلی که موتورهای جستجو حلش کردن. اونا مثل کتابدارهای خیلی قوی هستن، فقط خیلی سریعن و شاید هم کمتر بد اخلاق. ولی بیاید یکم برگردیم عقب. روزای اول وب اصلا آسون نبود. اوایل دهه 90 میلادی اینترنت یه دنیای وحشی و به هم ریخته بود. باید دقیقاً آدرس سایتی که می‌خواستی رو میدونستی. گوگلی هم نبود که دستت رو بگیره. اون موقع بود که اولین موتورهای جستجو شروع کردن به کار. اولینش اسمش آرچی بود، مثل همون شخصیت کمیک. ولی کاری که آرچی می‌کرد خیلی ساده بود. فقط اسم فایل‌هایی که روی سرورهای FTP عمومی بودن رو جمع می‌کرد. خیلی شبیه موتور جستجویی که الان میشناسیم نبود ولی تازه شروع کار بود. خیلی زود چند تای دیگه هم اومدن. اسمشون ورونیکا و جاکهد بود. بازم از کومیک‌ها الهام گرفته بودن. اونا توی فایل‌های متنی میگشتن. ولی اصل قضیه وقتی شروع شد که سایت‌هایی مثل آلتاویستا، لایکاس و یاهو اومدن وسط. یاهو در واقع با یه فهرست دستی شروع شد. یعنی آدم‌ها خودشون وب رو دسته‌بندی می‌کردن. تصور کن الان کسی بخواد این کار رو بکنه، اصلا فکرش هم نکن. بعد حدود سال 1998 دو تا دانشجوی استنفورد به اسم لری پیج و سرگی برین گوگل رو راه انداختن و این کل بازی رو عوض کرد. ایده بزرگ گوگل یه چیزی بود به اسم پیج رنک. به جای اینکه فقط دنبال کلمات کلیدی بگرده، گوگل سعی می‌کرد بفهمه کدوم صفحه ها مهمترن، بر اساس اینکه چند تا صفحه دیگه بهشون لینک دادن و به خاطر همین گوگل تقریبا فوراً نتایج بهتر و مرتبط‌تری میداد و بقیه‌اش دیگه تاریخ شد. خب ولی واقعا موتورهای جستجو چطور کار میکنن؟ در اصل 3 تا مرحله اصلی دارن: خزش، ایندکس کردن و رتبه بندی. اول خزش. موتورهای جستجو برنامه‌هایی به اسم عنکبوت یا بات میفرستن که توی وب میگردن و از یه صفحه به صفحه دیگه میرن. همش دنبال محتوای جدید میگردن و لیستشون رو بروز میکنن. بعد ایندکس کردن. وقتی بات‌ها یه صفحه پیدا میکنن، سعی میکنن بفهمن راجع به چیه. کلمات صفحه، عنوان‌ها، تیترها و حتی توضیحات تصاویر رو نگاه میکنن. همه اینا توی یه دیتابیس خیلی بزرگ ذخیره میشه. یه چیزی مثل یه فایلینگ کابینت فوق‌العاده منظم. آخرش رتبه بندی. وقتی شما یه چیزی توی موتور جستجو تایپ میکنید، سعی میکنه بفهمه کدوم صفحه ها احتمالاً جواب سوالتون رو دارن. اینجاست که همه فوت و فن ها وارد میشه. الگوریتم هایی که صدها عامل رو بررسی میکنن: کلمات کلیدی، لینک ها، سرعت سایت، سازگاری با موبایل، حتی اینکه اطلاعات قابل اعتماد یا نه. تو این سالا موتورهای جستجو خیلی باهوشتر شدن. الان واقعا میفهمن شما چی میخواید، نه فقط چی تایپ میکنید. مثلا اگه بنویسید بهترین پیتزا نزدیک من، میدونن دنبال پیتزا فروشی نزدیکتون میگردید، نه یه دستور پخت پیتزا از سال 2007. و همه اینا فوق‌العاده سریعه، در حدی که پلک بزنی رد شده. میلیاردها صفحه وب توی چشم به هم زدن مرتب میشن. البته موتورهای جستجو بی‌نقص نیستن. بعضی وقتا چیزایی رو پیدا نمی‌کنن یا سایت‌های اسپم از زیر دستشون در میرن و همیشه بحث حریم شخصی هست، مخصوصا با این همه داده‌ای که این شرکت‌ها جمع می‌کنن. ولی برای خیلی از ماها موتور جستجو شده ابزاری که حتی بهش فکر هم نمی‌کنیم. تا وقتی یادمون بیاد زندگی بدونش چجوری بود، وحشتناکه. پس دفعه بعد که از گوگل چیزی میپرسید، یادتون باشه کلی تاریخچه، تکنولوژی و الگوریتم هوشمند پشت صحنه است که توی لحظه جواب رو بهتون میده. موتورهای جستجو در واقع قهرمان‌های گمنام اینترنت هستن و اینم از داستانش. مرسی که با من بودید و اگه چیز جدیدی یاد گرفتید لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعد، بدرود.